خیلی عشقای دل من. آقا حالتون چطور؟ آقا دهن منو سرویس کردید که آقا رسام سی پی ندارم. آقا رسام سی پی از کجا بگیرم؟ رسام آموزش هک سی پی رو بذار. رسام تو چطوری سی پی هک میکنی؟ آقا رسام چرا به ما آموزش نمیدی؟ آقا رسام از کدوم سایت تو هک میکنی؟ آقا رسام چجوری فلان میکنی؟ آقا رسام چجوری بیسار میکنی؟ آقا همین اول ویدیو لایک کن بریم آموزش رو بهتون بدم. آقا یه لایک ساده است بکوبش که بریم. آقا یه آموزش بهتون بدم دیگه. آقا انقدر دهن منو سرویس نکنید. بگید آقا رسام چطوری گردونه میزنی؟ چجوری این سی پی ها رو میاری ولی بند نمیشی؟ و از این قبوگیل بچه سخنه به من زیاد میزنید و مخ منم خوردید به خود. منم گفتم آقا بیام براتون آموزش گرفتنشو بذارم. پس حتما ویدیو لایک کنید بریم که داشته باشیم. بدون بند شدن هیچ مشکلی هم برای اکانت شما پیش نمیاد. تضمین سعی براتون میکنم و دم همگیتونم گرم. خب آقا بریم که داشته باشیم. واسه آقا هک کردن سی پی اصلا نیاز نداره که بچه گوشیتون روت باشه، نمیدونم اندرویدش فلان باشه، گوشیتون جدید باشه، قدیمی باشه، هیچی بچه ربطی نداره. و فقط با این آموزشی که بهتون میدم و تایم ویدیو ما تو 4 دقیقه است. خواستم تایم پایین بذارم که وقتتون گرفته نشه دیگه. درآمد یوتیوب هم که فدا سرتون. و گفتم که آقا اصلا درآمد نداره چون انقدر هک کردم فکر نکنم اصلا درآمدی داشته باشه. ولی خب عشقینو براتون میذارم و رو تایتل و تامنیل هم که دیگه اون کلمه هوا گذاشتم دیگه از فکر نکن بس چه چنلم شه. ولی خب آقا بذاریم دیگه و میذارم مهم نیست بسته بشه. ولی خب اینو دهن من سرویس کردید. راحتی هم بهتره یا کانالم بسته که ببین نکنم بشه یه استرای نفاقش درآمد نداره. ولی خب دهن من دیگه سرویس نمیشه دیگه نمیگید آقا چطوری سی پی میگیری، چطوری سی پی ها رو رایگان میگیری، چجوری هم میکنی. بچه هم میگم یعنی همونو فهمیدی؟ چجوری هم میکنی چیزا. بعد دیگه از این قبایل سوال بچه آقا من نمیخوام بشنوم از شما و گفتم میام که آموزش بهتون بدم. هیچ بنی و فلان هم نداره. الان تو کامنت یکی میاد رسام من بند شدم وای به میکانت بده این آموزش چیه میذاری؟ وای دقیقا بچه هر آموزشی ما میذاریم یکی از الکی میاد بنویسه که من بند شدم. من به 2 نفر اینجوری اکانت دادم ولی خودم میدونستم بند نشدن ولی خب زنگ دادن گریه کردن آقا رسام بند شدم چرا؟ بچه من میدونم آموزش که میذارم اصلا بنی نداره ولی این طرف چون گریه کرد دلم سوخت بهش دادم. ولی خب آقا شما دیگه ننویسید دیگه و همین اولم بهتون گفتم بنی چیزی نداره. همون اولی ویدیو بهتون گفتم و امیدوارم هم که لایک کرده باشی. آقا بریم که داشته باشیم آموزش گرفتن سی پی هایی بچه منظرم همون چیزه های اولش خواستم که آره همون. و دمتون هم گرم دیگه بچه. برای هک کردن سی پی شما بچه نیازه که برید توی سایت که الان اسمش اینجا براتون میزنم. بچه اسکرین شات نه الان نمیزنم یکم جلوتر میزنم. و بچه میرید تو این سایته بچه برید تو سایتی خودت میفهمی چجوری باید بگیری. و من هیچ هم بگم بچه یه سال هماشی میتونه بگیره. اونجا بچه سی پی که میخوای انتخاب میکنی آیدی و یو آیدی اکانتتون میزنی. بعد اینکه زدی آقا اوکی میزنه بهت واریز میشه. حالا خودتون برید متوجه میشید. الان اینجا نمیتونم صحبت کنم بچه ویدیو هم نگرفتم خودم بذارم چون بسته میشه کانال. ولی خب فردا میگیرم با ویدیو براتون میذارم. و اسم سایتم بچه لایک کنید. میدونم لایک نکردی بالا ببینم لایک کنا نه بچه شوخی میکنم. اسم سایتم اینه برید عشق کنید. آقا عشق دل منید. امیدوارم موفق باشید.